شکست عشقی خوردم، بعد اصلا کلا ناامید شدم. از چی؟ مثل همیشه سلام به روی ماهت. قضیه چیه؟ قضیه اینه که شکست عشقی خوردم، بعد اصلا کلا ناامید شدم. از چی؟ از کاشت شمعدونی. چرا؟ دلیلش چیه؟ اینا که حالشون خوبه، سر حالن. بله اینا حالشون خوبه، سر حالن، ولی این باغچه که من همیشه پر از شمعدونی‌های زیبا بود. حالا بیاین این ور باغچه رو نشونتون بدم که به خاطر آفتاب شدید و تغییر اقلیم به شدت خشک شدن و کلاً از بین رفتن. پس فرقی نمی‌کنه من باشم یا شما. اگر که شرایط مناسب نباشه هیچ گیاهی نمیتونه زنده بمونه. چه با کود و سم، چه با عشق و حرف، هیچ جوره نمیتونی اون گیاهو تو شرایط نامناسب نگهش داری. پس باید همیشه گیاهامونو مطابق با اقلیمی که توش زندگی میکنیم و شرایط آب و هوایی و دمایی که داریم انتخاب کنیم تا یه روزی مثل من اینجوری شکست عشقی نخوریم.